در کتاب آسمانی مسلمانان که بدون تردید قاعدتا باید مورد اعتقاد حکومت اسلامی و انقلابی ایران باشه هم اشاره شده که ما رسولی نفرستادیم برای قومی مگر اینکه به زبان خود اون قوم صحبت کنه. آیا در کشورهای دیگه که ملیت‌ها یا قوم‌های مختلفی رو دارن و تشکیل دهنده یک کشور هستن این مسئله به چه شکل حل شده؟ یعنی مثلا در سوئیس که زبان‌های مختلف صحبت می‌کنن این مسئله به چه شکل حل شده که به هر حال فرانسوی زبان‌ها ضمن فرانسه‌شون رو صحبت کنن، حالا آلمانیشون هم صحبت می‌کنن بکنن. چه جوری راه حل همچین مسئله چه جوره برای یک کشوری مثل ایران با توجه به راه حل‌هایی که بقیه دنبال کردن؟ در کشورهایی که شما اشاره کردید آقای چالنگی، احترام به حق انتخاب و آزادی بیان، این محترم شمردن حقوق شهروندان در درجه اول و این حق در قانون اساسی که مملو از تناقضات هست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و از همه مهمتر جمهوری اسلامی ایران امضا کرده میثاق کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که این حق رو شناخته شده برای اقلیت‌های قومی و ایران هم همونطور که شما میدونید و من میدونم که شما دوست ندارین به این واژه اشاره بشه، مملو از اقلیت‌ها یه متفاوت قومی هستش از شمال جنوب شرق غرب و این حق باید رعایت بشه، ولی متاسفانه به دلیل مسائل متعددی که مقامات جمهوری اسلامی دارن، نقطه ضعف‌های زیادی که در مناطقی که اقلیت‌های قومی به خصوص کردستان جنوب و نقاطی که از نظر اقتصادی عقب افتاده هستند، اگر اشخاصی کوچکترین حق خودشون که حق به هر حال صحبت کردن به زبان مادری هست رو به عنوان یک چالش نگاه میکنن و به حد واقعا به اشد مجازات سرکوب میکنن، چون مقامات جمهوری اسلامی را بسیار نقطه ضعف دارن و این اعتماد به نفس و به هر حال حاکمیت اونها در این مناطق زیر سوال هست و حق طلبی و حتی در زمینه زبان هم باعث میشه که مقامات جمهوری اسلامی ایران واکنش شدید نشون بدن.